آقای غفور التماس گوسفندو سرت اما نمیکشد. گم شو از اینجا. امت که من خودم همراهش گفت سرت گوسفندویا. گم شو از اینجا. رفت تو بشرت من نبینم. رو تو دلف نومر برو بجنگ یا فقط خطی زنکا کار داری. برو بجنگ. گم شو از اینجا. گم شو میگم. هم شاخی بزرگستان. استغفرالله. سرت بجنگ. برو بجنگ. تست خونه رو غفور جون دریش سفید دستت کن. کارت که افتید غلام میشوی. کارم که افتد خود را خواجه بگیری. این هیله نمیگذارد. غفور جون آخر من نمیدونستم که غفور جان بابا میگفتی کو نظرت نمیگیریم. 100 بار گفتم که بابا نگوی مرا مسخره میکردی. بابای غفار در پیش من زالی نکن. در راه رضای خدا. الله اکبر. التماس نکش. آخر حیوان بی عقل از کجا بدانه که شما قسم خورده اید؟ حیوان عقل ندارد. صاحبش عقل ندارد. آی بی نعمت شده است. حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم. سلام این کاری تو از سیخ کباب میگذرانی؟ دو پاره میکنی؟ اختیارات. من خواستی خودم را میکنم. فهمه؟ غفور جون نخود من با شما دشمن باشم. ضرر رسانده را کی بدهد؟ آکا جون نگو اکا سنم. ببخشید آخر. گوش کن سنم. با من باشد همه این باغ صدقه یک طوری موید. لیکن همش عیب خودت. چی خیلی عیبی من؟ اگر راضی می شدی. گوسفندان را سرده؟ سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ او شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود. عشق پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جون جان گوسفندا رو به خانه کنید.